عرض ادب و احترام خدمت ایرانیای عزیز، هموطنای عزیزم. گفتم که جا داره اینجا که جا نمونه این حرفو بگم که شخصیت به این چیزی نیست که تو ذهنتون داره مرور میشه. یعنی این که شخصیت این نیست که شما فکر میکنید اون کسی که پول نداره، اون کسی که واقعا فقیر جامعه است بی شخصیته. این موضوع البته بیشتر توی اقوام نزدیک، تو فامیلا شکل میگیره تا غریبه ها. فکر نکنین اون کسی که واقعا پول داره، مقام داره، پست داره، یه جایگاه مناسبی واسه خودش داره، زندگیش خوب داره میچرخه، با شخصیته. نه، اینجوری نیست عزیزان. اون کسی هم که نداره، اونم با شخصیته، اونم با فهم و شعور. به سواد نیست، به جایگاه نیست، به درک و بینش و شعور بالاست. گفتم که این فقط بمونه.